اگر همین الان در گوگل یه سرچی بزنید 10 تانک برتر جهان، هر لیستی که بیاره تانک لئوپارد 2A7 در رتبه اول قرار داره. از طرفی اکثر اتوریتی های نظامی، کارشناس های نظامی تانک لئوپارد 2A7 رو بهترین تانک جهان میدونن. تانک لئوپارد 2A7 از لحاظ قدرت آتش و قدرت زره و بقا و از لحاظ موبیلیتی و غیره تانک محشریه، قبول. ولی چطور ممکنه تانکی که کانسپت طراحیش برمیگرده به دهه 70 میلادی، یعنی حدودا 50 سال قبل، امروز هم بهترین تانک جهان محسوب میشه؟ یعنی تا الان کسی نتونسته پلتفرم بهتری رو طراحی کنه. در این ویدیو میخوام پرونده تانک های لئوپارد رو کلا ببندیم. از تانک لئوپارد 1 که در سال 1965 وارد خدمت شده شروع میکنیم و یکی یکی میایم جلو تا برسیم به تانک لئوپارد 2A7 پلاس. بعد از جنگ جهانی دوم آلمان به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. آلمان شرقی از سلاح‌های ساخت شوروی استفاده می‌کرد و آلمان غربی بعد از اینکه مجوز تشکیل ارتش منظم رو دریافت کرد، در اوایل به دلیل اینکه صنایع نظامی بومیش کاملا تعطیل شده بود، از آمریکا سلاح خریداری کرد که تانک های M47 و M48 آمریکایی هم به این ترتیب وارد آلمان شدند. تانک های M47 و M48 آمریکایی با وجود اینکه تانک های جدیدی بودند ولی تانک های دموده محسوب می شدند و نیازهای اون روز رو برآورد نمی کردند. از طرفی همونطور که میدونید آلمان در جنگ جهانی دوم تولید کننده تانک بود و بهترین تانک ها رو تولید می کرد و این تانک ها تونسته بودند در جبهه بهترین نتیجه رو کسب کنند. و همین دلیل آلمان تصمیم گرفت برای جبران کردن عقب ماندگی صنایع نظامی بومیش و جایگزینی تانک های M47 و M48 پروژه جدید ساخت تانک رو آغاز کنه. پروژه جدید که اسمش استاندارد پانزر بود در نوامبر سال 1956 میلادی، یعنی 2 آذر سال 1335 روز جمعه آغاز شد. خواسته های دولت آلمان غربی از این تانک به این صورت بود: تانک جدید باید بیش از 30 تن وزن داشت و موتور تانک باید طوری بود که به ازای هر تن 30 اسب بخار قدرت تولید میکرد. یعنی در مجموع این تانک به موتوری با قدرت بیش از 900 اسب بخار نیاز داشت. این تانک باید میتونست در مقابل آتش مسلسل های 20 میلیمتری در تمامی جهت ها مقاومت 100% رو نشون بده. چرا میگم در تمامی جهت ها؟ به دلیل اینکه قسمت جلوی تانک ها معمولا از زره ضخیمتری استفاده میکنن و قسمت جوانب و عقب تانک معمولا ضعیفتر هست و منظورم از تمامی جهت ها این هستش که قسمت ضعیف تانک هم باید میتونست از مهمات 20 میلیمتری محافظت کنه. مهمات 20 میلیمتری هم به این شکل هست که میتونید با مهمات دیگر مقایسه کنید. از طرفی چون رفته رفته تولید و استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی و اتمی شدت میگرفت، این تانک باید میتونست در محیط‌های رادیواکتیو هم به عملیات خودش ادامه بده و علاوه بر اون بتونه در مقابل سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی از خدمه خودش محافظت کنه. در بخش قدرت آتش تانک جدید باید میتونست از یک توپ 105 میلیمتری استفاده کنه. فلسفه آلمانی ها این بود که ما هر چقدر هم از زره ضخیمتر در تانک هامون استفاده کنیم، دشمن به نحوی میتونه این زره رو سوراخ کنه و تانکمون رو بده به هوا. در نتیجه از اول زرهمون رو نازک انتخاب میکنیم، در نتیجه وزن تانک میاد پایین و تانک تبدیل میشه به یک تانک چابک با موبیلیتی بالا. اگر این فلسفه رو خلاصه کنیم، نتیجه این میشه که آلمانی ها بر این باور بودند که دشمن رو باید زودتر شناسایی کرد و قبل از اینکه دشمن اقدام به شلیک کنه ما باید به شلیک اقدام کنیم و دشمن رو منهدم کنیم. در غیر این صورت دشمن تانک ما رو منهدم خواهد کرد. پس باید چالاکی و موبیلیتی تانک های ما بالا باشه تا بتونیم در جبهه راحت حرکت کنیم و سریعتر دشمنمون رو پیدا کنیم. همزمان با پروژه تانک جدید آلمان،
تانک AMX-50 فرانسوی ها هم با شکست مواجه شده بود و به همین دلیل فرانسوی ها هم به طرح آلمانی ها رغبت نشون دادند و بعدها بین آلمان و فرانسه قرارداد جدیدی امضا شد و بدین ترتیب اسم پروژه شد یوروپا پانزر. طی این قرارداد 3 تیم طراحی از آلمان که ABC نامگذاری شدند و 1 تیم از فرانسه وارد رقابت شدند. هر تیم باید در چارچوب خواسته های پروژه تانک خودشون رو طراحی می‌کردند و 2 عدد پیشنمونه از طرحشون رو تولید می‌کردند. این رو هم بگم که بعدها در سال 58 میلادی ایتالیا هم وارد پروژه شد. پس تا اینجا متوجه شدیم که آلمانی‌ها برای جبران عقب ماندگی و جایگزینی تانک‌های M47 M48 پروژه جدید رو آغاز کردند و خواسته های خودشون رو لیست کردند. بعدها فرانسه هم وارد پروژه شد و 4 تا تیم طراحی وارد مسابقه شدند و در نهایت در سال 58 میلادی ایتالیا هم وارد پروژه شد. از اینجا به بعدش رو خلاصه میگم. تیم A همون شرکت پورشه بود که در جنگ جهانی دوم هم تولید کننده تانک بود. تیم B هم همون شرکت راین متال بود که امروز هم مشغول به تولید تسلیحات و مهمات هست. تیم C هم شرکت بورگوارد بود که مثل شرکت پورشه از تولید کنندگان تانک بود ولی امروز در حال تولید خودرو هست. در نهایت تیم های A و B پس از اتمام طراحی تانک ها پیشنمونه های خودشون رو ساختند و تیم C که همون شرکت بورگوارد بود به دلیل اینکه طراحی تانکشون خیلی آینده گرایانه و خیلی پیچیده بود نتونستن پیشنمونه رو تولید کنند و از پروژه حذف شدند. به طور خلاصه دولت آلمان پیشنمونه گروه A یا همون پروژه که اسمش مدل 734 بود رو پسندید و تصمیم گرفت که در فاز دوم پروژه بهبودسازی های صورت بگیره و روی پروتوتایپ ها تغییراتی ایجاد بشه و سرانجام در سال 63 میلادی تیم طراحی A یا همون پورشه برنده اعلام شد. خب الان میپرسید که تیم طراحی فرانسه چی شد؟ فرانسه توسط آلمان از پروژه اخراج شد. دلیلش هم این بود که فرانسه از تقویم پروژه عقب بود و نمیتونست ددلاین پروژه رو رعایت کنه. از طرفی برخی منابع میگن که آلمان و فرانسه بر سر مشخصات تانک و خواسته هاشون از این تانک نتونستند به توافق برسند و فرانسه از پروژه جدا شد. ولی در کل فرانسوی ها شریک مناسبی نیستند و همین پروژه یوروفایتر تایفون هم به خاطر فرانسوی ها چند سال از تقویم پروژه دیرتر تموم شد. از طرفی امروز هم پروژه جنگنده نسل 6 اروپا هم که فرانسه هم یکی از شرکای این پروژه هست با تأخیر مواجه خواهد شد. با جدا شدن فرانسه از پروژه اسم پروژه به لئوپارد 1 تغییر پیدا کرد و در سال 1963 میلادی این تانک آماده تولید انبوه بود. تانک نهایی 40 تن وزن داشت و حدوداً 250,000 دلار هم قیمتش بود. وزارت دفاع آلمان 1500 اراده از این تانک رو سفارش داد که قرار شد بین سالهای 65 تا 70 میلادی تحویل داده بشه و در نهایت 4000 اراده تانک در آلمان تولید شد و 720 اراده لئوپارد 1 در ایتالیا تولید شد که همونطور که گفتم ایتالیا یکی از شرکای این پروژه بود و اینطور شد که داستان لئوپارد 1 اینجا پایان یافت. بعد از بررسی مشخصات فنی تانک لئوپارد 1 میریم سراغ تانک لئوپارد 2. تانک لئوپارد 1 مدل های مختلفی داره که از لئوپارد 1 شروع میشه و تا لئوپارد 1 A6 ادامه پیدا میکنه که البته تا تانک لئوپارد A5 وارد خدمت شده و تانک لئوپارد 1 A6 به دلیل اینکه تانک لئوپارد 2 طراحی شده بود دیگه نتونست وارد خدمت بشه. این مشخصات فنی که الان من میخوام بگم مربوط به پیشرفته ترین نسخه لئوپاردی هست که وارد خدمت شده، یعنی تانک لئوپارد 1A5 نه A6. دیزاینر این تانک شرکت پورشه بود و توسط شرکت کرازمافی ویگمن یا به طور خلاصه KMW تولید انبوه شده. از لحاظ ابعاد طول این تانک زمانی که توپ در جهت ساعت 12 قرار داره 9.54 متر هست و در زمانی که توپ در جهت ساعت 6 یا برعکس قرار داره حدوداً 8.17 متر هست. عرض این تانک 3.37 متر هست و ارتفاع این تانک هم 2.76 متر هست که البته این اعداد میتونن در نسخه های مختلف تفاوت جزئی داشته باشند. وزن این تانک در پیشرفته ترین نسخه‌اش یعنی لئوپارد 1A5 حدوداً 42.5 تن بود که از یک موتور 10 سیلندر مولتیفول استفاده میکرد که این موتور 830 اسب قدرت تولید میکرد.
مولتی فیول هم به این معنی هست که این موتور هم میتونست با گازوئیل و هم با بنزین و با سوختهای مختلف کار کنه. توپ اصلی این تانک یک توپ 105 میلیمتری هست که در نسخه A6 به 120 میلیمتر ارتقا داده شد، ولی که نسخه A6 وارد خدمت نشد. برد موثر این توپ حدوداً 2500 متر هست و میتونه از مثبت 20 درجه تا منفی 9 درجه رو ساپورت کنه. علاوه بر توپ، بر روی این تانک 2 عدد هم مسلسل 7.62 هم نصب شده. حتی اکثر سرعت این تانک 65 کیلومتر بر ساعت هست و شعاع عملیاتیش هم حدوداً 600 کیلومتر است. لئوپارد 1 دارای یک زره فولادی 70 میلیمتری بود که با زاویه 30 درجه قرار داده شده بود. به لطف این زاویه 30 درجه ای این زره از خودش مقاومت 140 میلیمتری رو نشون میداد. یعنی چی؟ وقتی شما زره رو به صورت عمودی قرار میدید، مسافتی که پرتابه باید داخل زره طی کنه 70 میلیمتر است. و زمانی که شما به این زره زاویه میدید، مسافتی که پرتابه باید داخل زره طی کنه بیش از 70 میلیمتر هست. به همین دلیل هست که اکثر تانک ها دارای زره زاویه دار هستند. در قسمت الکترونیکی این تانک از سامان کنترل آتش رایانه مسافت یاب لیزری، دید در شب و NBC پروتکشن سیستم استفاده میکرد که NBC پروتکشن سیستم همان نوکلیر بیولوژیکال و کیمیکال پروتکشن سیستم است. بر روی این تانک یک رادیو دیجیتال هم نصب شده بود. اگر بخوایم تانک لئوپارد 1 رو جمع‌بندی کنیم، با تانکی طرف هستیم که دارای موبیلیتی و چالاکی بسیار بالایی هست و موبیلیتی در اولویت اول قرار داره. اولویت دوم این تانک قدرت آتش هست که این تانک قدرت آتش متوسط و متوسط به بالایی رو داره و اولویت آخر قدرت زرهی این تانک بود که همونطور که دیدید از یک زره 70 میلیمتری با زاویه 30 درجه که از خودش مقاومت 140 میلیمتری رو نشون میده استفاده میکرد. یعنی به طور خلاصه وقتی سوار تانک لئوپارد 1 هستید، اگر شما اول دشمن رو ببینید قطعا خواهید زد، به دلیل اینکه هم قدرت آتش متوسط به بالایی دارید و هم دقت آتشیتون بالا هست. ولی اگر دشمن شما رو زودتر ببینه کارتون تمومه. خب اینجا یه نفس عمیقی بکشید و بریم سراغ تانک لئوپارد 2. قبل از شروع داستان تانک لئوپارد 2 اجازه بدید این رو یادآوری کنم که تمامی منابعی که در تهیه این ویدیو استفاده کردم لینک هاش رو در دیسکریپشن قرار دادم، میتونید برید از اونجا مطالعات بیشتری داشته باشید و از صحت اطلاعات ویدیو مطمئن باشید. خب تانک لئوپارد 2 در سال 1963 میلادی دوباره آلمانی ها به طراحی و توسعه تانک جدید علاقه‌مند شدند. با وجود اینکه هنوز تانک لئوپارد 1 تازه وارد تولید انبوه شده بود و هنوز وارد خدمت نشده بود، از طرفی آمریکایی ها هم دنبال تانک جدیدی برای جایگزینی با M47 و M48 بودند. و دوباره داستان شد داستان تانک لئوپارد 1. آلمانی ها این بار به جای فرانسه با آمریکایی ها شریک شدند. بین آلمان و آمریکا یک قرارداد امضا شد و اسم این پروژه شد MBT-70. MBT خلاصه شده مین بتل تانک یا تانک نبرد اصلی هست. ولی اگر فکر میکنید این تانک لئوپارد 2 بود، باید بگم که اینطور نیست. قبل از رفتن به ادامه داستان تانک لئوپارد 2، اول به این سوال پاسخ بدیم که چرا آلمانی ها دوباره رفتن سراغ توسعه تانک جدید. نظر شخصی من در این مورد این هستش که یکی از دلایلی که باعث شد آلمانی ها برن به سراغ طراحی و توسعه تانک جدید تانک تی-64 شوروی بود. همونطور که در ویدیو تانک تی-72 هم گفتم، تانک تی-64 در اون زمان برتری مطلق را نسبت به تانک های غربی به دست آورده بود و این باعث شد که هم آلمانی ها و هم آمریکایی ها ناچار بشن تا برن سراغ تانک های جدید با ضخامت زره بیشتر و با توپ قوی تر. البته زمانی که آلمانی ها رفتن سراغ توسعه تانک جدید، یعنی سال 63 میلادی، تانک تی-64 هنوز به تولید انبوه نرفته بود و در مرحله تولید نسخه اولیه هاش بود. یعنی به طور خلاصه پروژه MBT-70 آلمانی ها و آمریکایی ها به نوعی حاصل رقابت
ناتو و پیمان ورشو بود و آلمانی ها و آمریکایی ها به دلیل نگرانی از برتری شوروی دست به چنین پروژه‌ای رو زدن. به طور خلاصه آلمانی ها و آمریکایی ها تا سال 69 میلادی با همدیگه کار کردند و تکنولوژی های جدیدی رو توسعه دادن. ولی که در سال 69 میلادی آلمان از پروژه جدا شد. برخی منابع میگن آلمان به دلیل مسائل مالی از پروژه جدا شد، چرا که پروژه MBT 70 بیشتر از اونی که حد زده بودن هزینه بر شده بود و آلمان به دلیل مسائل مالی از پروژه جدا شد. برخی منابع میگن که آلمان و آمریکا بر سر احتیاجات خودشون از این تانک نتونستن به توافق برسن و آلمان از پروژه جدا شد. دلیلش هرچی هم باشه نتیجه این شد که آلمانی ها از پروژه جدا شدند و پروژه MBT 70 به هم خورد. با وجود اینکه پروژه MBT 70 کنسل شد، ولی پس از جدا شدن آلمان از پروژه هم آلمانی ها و هم آمریکایی ها از تجربیاتی که در پروژه MBT 70 کسب کرده بودند استفاده کردند و شروع کردند به طراحی و توسعه تانک های خودشون و اینطور شد که پروژه طراحی و ساخت تانک لئوپارد 2 در سال 70 میلادی آغاز شد. حالا ببینیم قوی ترین تانک جهان چگونه به وجود اومد. اولین پیشنمون‌های این تانک در سال 72 میلادی ساخته شد و فرآیند تست، توسعه و اعمال تغییرات روی این تانک آغاز شد که این فرآیند یک فرآیند بسیار طولانی هست که من در این ویدیو به طور خلاصه به این فرآیند اشاره میکنم. نمونه‌های اولی این تانک از توپ 105 میلیمتری استفاده میکرد که بعدها این به 120 میلیمتر ارتقا داده شد. علاوه بر این زره پیشنمونه‌های جدیدتر ارتقا داده شد و از زره‌های سرامیکی استفاده شد. در مورد زره تانک ها و اینکه زره سرامیکی چیست، زره کامپوزیتی چیست، نحوه قرارگیری زره ها بر روی تانک و غیره یک ویدیو کاملی حتما خواهم ساخت. اگر هم الان ساختم از اینجا میتونید تماشا کنید. در سال 79 میلادی 19مین پیشنمونه تانک لئوپارد 2 هم مونتاژ شد و به آمریکا جهت تست ارسال شد. حین این تست ها مشخص شد که تانک لئوپارد 2 از لحاظ قدرت آتش و موبیلیتی از تانک های آمریکایی که همون تانک آبرامز بود که بعد از جدا شدن از پروژه MBT 70 آمریکایی ها ساختن برتر بود. ولی که در قسمت قدرت زرهی تانک آمریکایی ها یا همون تانک آبرامز بهتر عمل میکرد. علاوه بر این موارد تانک لئوپارد 2 از یک موتور پیستونی دیزلی استفاده میکرد که 1500 اسب بخار میتونست قدرت تولید کنه. از طرفی آمریکایی ها هم از یک موتور گاز توربین استفاده میکردند که این موتور هم توانایی تولید 1500 اسب بخار قدرت رو داشت. از لحاظ اینکه کدوم موتور بهتره، من شخصا موتور پیستونی آلمانی ها رو انتخاب میکنم، چرا که موتور پیستونی آلمانی ها قدرت 1500 اسب بخار رو با مصرف سوخت کمتری نسبت به موتور پیچیده گاز توربین آمریکایی ها میتونه به ما بده. علاوه بر اون هزینه نگهداری موتور آلمانی ها و زمان مورد نیاز برای تعمیر موتور تانک آلمانی ها هم کمتر از آمریکایی ها بود. علاوه بر اون روشن کردن موتور پیستونی خیلی راحت تر از موتور گاز توربین هست. ولی که مزیت موتور پیچیده گاز توربین آمریکایی ها هم این بود که این موتور هم ابعاد کوچکتری داشت و هم میتونست با سر و صدای کمتری نسبت به موتور آلمانی ها کار کنه. همونطور که گفتم قدرت آتش تانک لئوپارد 2 خیلی بهتر از تانک آبرامز آمریکایی ها بود. به همین دلیل آمریکایی ها تصمیم گرفتن توپ 120 میلیمتری L44 لئوپارد 2 رو تحت لیسانس آلمان تولید کنن و بر روی تانک های خودشون نصب کنند و در نهایت تست و توسعه این تانک تا سال 79 میلادی ادامه پیدا کرد و در سال 79 میلادی اولین دسته سیتایی تانک لئوپارد 2 توسط کرازمافه یا KMW تولید شد و به ارتش آلمان تحویل داده شد. علاوه بر اینکه تانک لئوپارد 2 تبدیل شد به یکی از بهترین تانک های غرب، برای آلمان منبع درآمد خوبی شد و به کشورهای بسیار زیادی آلمان این تانک رو صادر کرد. تا الان 3600 راد از این تانک تولید شده و نزدیک به 20 کشور مختلف صادر شده که از جمله یونان، ترکیه، هند، لهستان، کانادا، نروژ و غیره از این تانک
استفاده میکنن. خب دوباره در بخش مشخصات فنی تانک لئوپارد 2، این تانک نسخه های مختلفی داره که از لئوپارد 2 شروع میکنیم تا لئوپارد 2 A7 پلاس یا 2 A7 V. منتها این بخش رو مثل تانک لئوپارد 1 به پیشرفته ترین نسخهش خلاصه نمی کنیم و من قدم به قدم تغییراتی که در هر نسخه اتفاق افتاده رو توضیح میدم. لئوپارد 2 A0 اولین نسخه تانک لئوپارد هست و از سال 79 تا 82 میلادی به تعداد 380 اراده از این نسخه تولید شده. این نسخه دارای سامان کنترل آتش کامپیوتری، مسافت سنج لیزری و سامانه دید در شب بود. تانک لئوپارد 2 A1 تانک لئوپارد 2 A1 در سال 82 میلادی وارد خدمت شد و حدوداً 750 اراده از این تانک تولید شد. تانک لئوپارد 2 A2 این نسخه از صفر تولید نشد و به جای اون نسخه A0 به نسخه A2 به روز رسانی شد. تانک لئوپارد 2 A3 لئوپارد 2 A3 در بین سالهای 84 تا 85 میلادی تولید شد و حدوداً 300 اراده از این تانک تولید شد. از جمله تغییراتی که در این تانک به چشممون میخوره بهبود یافتن دریچه بارگیری مهمات و اضافه شدن رادیو دیجیتال به این تانک هست. مدل هایی که تا الان نام بردم یعنی لئوپارد 2 تا لئوپارد 2 A3 دچار تغییرات بزرگی نبودن و به خاطر همین خلاصه وار رد شدم. ولی بزرگترین تغییری که تانک لئوپارد تجربه کرده بود تانک لئوپارد 2 A4 بود که نسخه هایی هم که تا الان نام بردم به این نسخه ارتقا یافتن. علاوه بر اینکه نسخه های قدیمی لئوپارد یعنی از لئوپارد 2 تا لئوپارد 2 A3 به لئوپارد 2 A4 ارتقا یافتن، این تانک بین سالهای 85 تا 92 هم به صورت نو تولید شد. به طور کلی به این تانک سیستم کنترل آتش دیجیتال افزوده شده بود و قدرت و دقت آتش این تانک افزایش پیدا کرده بود. علاوه بر اون زره تانک و برجک تانک هم به شدت تقویت شده بود و نسبت به مدل های قبل شاهد تغییرات زیادی هستیم. زیاد وارد جزئیات تغییرات نمیشم، همین که بدونیم تغییرات زیادی اتفاق افتاده و لئوپارد 2 A4 با لئوپارد های گذشته تفاوت های بیشتری داره کافیه. در بین سالهای 85 تا 92 حدوداً 695 اراده هم از نسخه تانک لئوپارد 2 A4 تولید شد. تانک لئوپارد 2 A5 این نسخه در سال 1990 میلادی معرفی شد و میتونیم بگیم که نسخه ای هست که باعث شد تانک لئوپارد 2 لقب بهترین تانک جهان رو به خودش بگیره. دوباره در این نسخه شاهد تغییرات بسیار زیادی هستیم و قابلیت های تانک به شدت افزایش پیدا کرده بود که تا سال 1998 میلادی در مجموع 225 اراده از تانک های لئوپارد 2 ارتش آلمان به استاندارد لئوپارد 2 A5 ارتقا پیدا کردند. و همونطور که گفتم در اون زمان تانک لئوپارد 2 A5 بهترین تانک جهان محسوب میشد. لئوپارد 2 A6 بزرگترین تغییری که در این نسخه ما شاهدش هستیم اضافه کردن توپ جدید L55 به این تانک است. توپ L55 نسبت به نسخه قدیمی ترش یعنی L44 طول بیشتری داره. افزایش طول در نسخه جدید L55 باعث شد که قدرت آتش و دقت آتش تانک های جدید بهبود پیدا کنه. در کنار مزیت هایی که نصب توپ L55 بر روی تانک با خودش آورد، معایبی هم وجود داشت که از جمله افزایش وزن تانک یکی از معایب این توپ بود. لئوپارد 2 A7 در این نسخه موتور و گیربکس جدیدتر، زره قدرتمندتر، سامان جنگ شبکه‌ای و در نهایت دوربین حرارتی یا دوربین دید در شب جدیدتر به این تانک اضافه شد و در نهایت آخرین نسخه تانک لئوپارد 2 یعنی لئوپارد 2 A7 پلاس. مهمترین ویژگی این نسخه که برای ارتش آلمان توسعه داده شده استفاده از سیستم تروفی ساخت اسرائیل هست. تروفی یک سیستم دفاعی اکتیو برای تانک ها هست. این سیستم رو میتونید به عنوان یک پدافند در مقیاس کوچکتر روی تانک در نظر بگیرید. وظیفه این سیستم منهدم کردن پرتابه هایی هست که به سمت تانک شلیک شده و در نهایت مشخصات فنی تانک لئوپارد 2. البته آخرین نسخه یعنی لئوپارد 2 A7. از لحاظ ابعادی طول این تانک حدوداً 11 متر و عرضش هم حدوداً 4 متر است. ارتفاع این تانک هم 2.64 متر است. آخرین نسخه این تانک وزنی نزدیک به 68 تن داره. از لحاظ سلاح اصلی این تانک از توپ L55 120 میلیمتری استفاده میکنه که وزن این توپ 4160
کیلوگرم هست. همونطور که گفتم L55 نسبت به نسل قبلیش یعنی L44 حدوداً 130 سانتی متر افزایش طول داشته و باعث میشه مهمات رنج بیشتری داشته باشن. همچنین لئوپارد 2A7 پلاس از سیستم FW200 استفاده میکنه که این سیستم اسمش ریموت کنترل ویپن استیشن هست که یعنی سلاح کنترل از راه دور. در قسمت موبیلیتی یا تحرک این تانک از موتور MTU MB873 استفاده میکنه که قابلیت تولید 1500 اسب بخار قدرت رو داره. روی این موتور گیربکس شرکت رنگ نصب شده که 4 دنده جلو و 2 دنده عقب هست. حتی اکثر سرعت تانک لئوپارد 2 به لطف موتور قدرتمند و گیربکس قابل اعتمادش 72 کیلومتر بر ساعت هست و در نهایت هم حتی اکثر برد این تانک 450 کیلومتر اعلام شد. خب اگر یک جمع‌بندی نهایی در مورد تانک لئوپارد 2A7 داشته باشیم، تانک لئوپارد 2A7 یکی از بهترین تانک ها در حوزه قدرت آتش هست و علاوه بر اون موبیلیتی و چالاکی بالایی هم داره. علاوه بر تمامی این موارد با بروز رسانی هایی که روی تانک لئوپارد 2 اعمال شده، از لحاظ قدرت زرهی و بقا هم تانک لئوپارد 2 حرفی برای گفتن داره. ولیکن همونطور که در اول ویدیو گفتم، پلتفرم این تانک برمیگرده به دهه 70 میلادی، یعنی حدوداً 50 سال قبل. امروزه با به عرض اومدن تانک های جدید مثل T14 روسی، چالنجر 3 انگلستان و خود KF51 آلمانی ها، تانک های لئوپارد رفته رفته کم رنگ تر میشن. در کل تا الان تانک لئوپارد 2A7 پلاس بهترین تانک جهان محسوب میشه، نه از لحاظ اینکه در تمامی جهت ها بهترین تانک است، بلکه از این لحاظ که آلمانی ها تونستن از لحاظ قدرت آتش و موبیلیتی و بقا و قدرت زرهی تانک یک تعادل ایجاد کنند که تانک لئوپارد 2A7 پلاس رو تبدیل کنه به بهترین تانک جهان. ولی کم 5-6 سال آینده و شاید هم 10 سال آینده با به عرض اومدن تانک های جدیدتر، همونطور که گفتم T14 و چالنجر 3 و غیره، امکان داره که تانک لئوپارد 2A7 پلاس دیگه بهترین تانک جهان محسوب نشه و شاید یا روس ها یا انگلیس ها و یا آمریکایی ها این جایگاه رو از لئوپارد 2 بگیرن. خب شما هم میتونید نظرتون رو در مورد تانک لئوپارد کامنت کنید و اگر یه انتقاد و پیشنهادی هم در مورد مطالب ویدیو و یا خود ویدیو دارید میتونید برام بنویسید. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لینک منابع هم مثل همیشه در دیسکریپشن هست. ویدیو بعدی منتظر همتون هستم.